ما یک پروژه ساختم، مثل که شما میبینین. در اینجا ما یک پنل گرفتم، یک طرفش و بطن گرفتم، این طرفش هم اینترنل فریم. این را رن میکنم. وقتی که مثلا سر تیچرز کلیک کنم، در اینجا مو شکلی مو فارم تیچر برای ما باز میشه. مثلا یک استاد اضافه میکنم به نام جان، شمارش هم مثلا یک قسم باشه. وقتی که اضافه کنم میگه ادیت، اینجا اتومات میشه اضافه میشه. این درس است که شما خواندین. در این جلسه ای را میخوانیم چه قسم یک شاگرد اضافه کنیم و شاگرد با استاد یا تیچر لینک باشه. ما در اینجا یک دیتابیس ساختم، دو دانه جدول داره، یک استودنت است و یکش هم تیچر است. در تیبل استودنت ما میایم استرکچرش میبینیم، ساختارش. در یک اس آی دی داریم که ایره ما تو اینکریمنت و پرایمری کی گرفتم. اس نیم داریم، نام شاگرد است، نام پدر شاگرد است، ایج است، فیس است و تیچر است. در اینجا تیچر شما میبینید که تیچر در اینجا فورین کی است، یعنی لینک است با تیبل تیچرز با همراه تی آی دی. در اینجا سورس کودش هم من نوشته کردم و پیشتر من ایره رن کردم به خاطر که ویدیو طولانی‌تر نشوه. اینجا تیبل است، تیبل تیچر ما جور کردم، پرایمری کی گرفتم و اتو اینکریمنت. در اینجا همچنان تیبل استودنت هم میخواستم و در اینجا تنها فورین کی را تیچر فورین کی گرفتم و رفرنس شامو تیبل گرفتم. این درسای است که شما خواندین پیش از پیش. خب هدف من این است که مثلا چه قسم شاگرد اضافه کنیم توسط جاوا. نمی مثلا دیگه اگر ما شما شاگرد اضافه میکنیم باید به شکل در کامبو باکس بیاید که شاگرد کدام استاد است. خب به خاطر این کار ما دیگه یک دانه فریم میگیرم، ای که ویدیو طولانی‌تر نشوه. ما ویدیو رو استاپ میکنم، فریم میسازم، باز با شما شریک میسازم. خب مثل که شما میبینید اینجا من یک فارم دیگه ایجاد کردم به نام استودنت رجیستریشن که این رو لینک کردم با اینمی بطن که مثلا سریع کلیک شو باید ایجاد شو باز شو. خب مثلا سریع آرت استودنت کلیک میکنم، خود اینجا ایرر داره، ایرر در این بخش در فریم در اینجا سریع کلیک میکنم باز میشه، سریع کلیک کنم چی میشه باز میشه. خب این سر رن میکنم، حالا هیچ مشکلی نداره. خب این درس است که شما خواندین. مثلا سر آرت استودنت کلیک میکنم باز میشه، سر تیچر کلیک میکنم این باز میشه. خب هدف می است که مثلا وقتی که ما شما شاگرد اضافه میکنیم در اینجا تیچر فورین کی است، باید فورین کی همیشه به شکل لیست بیاید که مثلا در اینجا مثلا تیچر است باید از انمو جدول شوه سلکت شوه. یعنی هدف می است که تیچر فورین کی باید همیشه در یک لیست یا کامبو باکس بیاید. خیلی را میخوانیم که چه قسم فورین کی آره، یعنی جدول تیچر دیتا را در کامبو باکس چی کنیم اضافه کنیم. به خاطر این کار اول باید با دیتابیس وصل شوین، باید از کیوری سلکت چی میکنین اجرا میکنین. خب ما مکمل پروژه را بسته میکنم، میایم در پروژه استودنت. خب در پروژه استودنت کد ما شما باید در یک میتود نوشته کنیم یا در خود کانستراکتور نوشته کنیم. مثلا ما در خود کانستراکتور نوشته میکنم. وقتی که این پروگرام رن میشه باید اول با دیتابیس شوه وصل شوه. با دیتابیس وصل شدن هم شما خواندین. خب به خاطر که ویدیو طولانی‌تر نشوه ما در اینجا با دیتابیس وصل شدم، اما کیوری را در اینجا کاپی میگیرم. خب
در اینجا اول ترای و کیش نوشته میکنیم. exception ex. خب در اینجا باید مکمل از اسکویل پراپرتی هایشا با مو لایبرری هایشا چی کنیم ایمپورت کنیم. خب میبینید که تنها ما مو کیوری را در خود کانسترکتور نوشته کردم، در پروژه استودنت در داخل کانسترکتور نوشته کردم. وقتی که در داخل کانسترکتور را نوشته کردم ببینید این را اثر پاک میکن، باز تشریح میکنم اثر گیج نشوین. در انمی پروژه در داخل کانسترکتور ما کد نوشته میکنم که مکمل تیچرها را چکنه سلکت کنه. خیلی بخاطر این کار میم در پروژه استودنتس که نمی دیزاین است در داخل یک سورسشه، در سورس در بین کانسترکتور اون میتود است که با کلاس شوه نامش یکسان باشه، در داخل او ما به دیتابیس وصل میشه. خب اول ترای و کیش نوشته میکنیم. اون ترای کیش exception و ex. اما کیوری کنکشن هم دیجا کاپی میکنم، کیوری کنکشن از اینجا میگیرم. این مکمل کیوری چی کردم؟ کاپی کردم. میبینین که دیجا تنها کنکشن کان درایور منیجر و دات گیت کنکشن نوشته است و با دیتابیس آنلاین اینجا یک اینش مانده بود، دوجا من آنلاین نوشته کردم. خلاص با دیتابیس وصل میشیم و دیگه کیوری سلکت ما شما کار میکنیم. خیلی یک دانه prepared statement میگیرم، prepared statement مثلا st con dot prepared statement دیجا کیوری سلکت ما شما نوشته میکنیم. select کو برای ما all from teachers نام نمی جدول تیچر است، مثل که شما دیجا میبینین نام جدول است دیجا. خود کیوری باید شوه اجرا شوه. وقتی کیوری اجرا میشه، وقتی که ریکارد ما شما میگیریم در داخل ریزالت ست باید باشه. ریزالت ست بس بنامی باشه RS. در RS چیز ذخیره شوه st dot execute query. خب ما شما میبینیم که در اینمی جدول یا اینمی کیوری که اجرا میشه دیتا است یا نیست. ما دیجا جی اپشن پن یک مسیج براتان پرینت میکنم. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ دیجا rs.next کار میکنم. rs.next چی میکنه؟ rs.next از دیتابیس یک ریکارد میگیره و میبینه که دیتا است یا نیست. اگر دیتا بود خب میگیره در rs ذخیره میکنه، اگر نبود فالس. خب وقتی که این پروگرام ما رن میکنم دیجا برای ما شما چی نشان میده؟ ترو، یعنی دیتا است. خب وقتی که دیتا باشه باید یک دانه دیتا چی کنه؟ یک دانه ریکارد بگیره و داخل اینمی کامبو باکس چی کنه؟ اضافه کنه. خیلی نام اینمی کامبو باکس چی است؟ جی کامبو باکسی یک. خیلی ما برشان میگم rs.next کو. rs.next به این معنی که یک دانه ریکارد بگی. وقتی که یک دانه ریکارد بگیره در خود rs ذخیره میکنه. خیلی ما برشان میگم جی کامبو باکس دات add item
ایره شما اد ایتم شما خواندید که چی کار میکنه. مثلا دیجا خان نوشته کنم. ببینین ما وقتی که پروگرام ما رن میکنم سری اد استودنت کلیک کنم دیجا خان پیش از پیش نوشته شده. خب ما میخوایم خان نوشته نشود دیتابیس یک دانه دیتا یک ریکارد بگیره. خیر ریکاردا مکمل در کجا نوشته است؟ در آرس. در کجا ذخیره است؟ در آرس. برشان میگم get کو آرس دات get string. برای ما get کو string کدام از کدام کالم؟ از کالم اول. وقتی که ما پروگرام رن کنم ببینین دیجا یک آورد، یعنی امو آیدی آورد. خیمه برشان میگم نه آیدی را نبیار، آیدی را نبیار، برای ما کالم چندم بیار؟ دوم بیار. ببینین وقتی که ما پروگرام رن کنم در استودنت ما بیایم دیجا چی آورد؟ واسق آورده. وقتی که مثلا یک دیگه شاگرد اضافه میکنیم دیجا ببینین برای ما اولین ریکارد میاره. کدام ریکارد میاره؟ اولین ریکارد. خی یعنی rs.next چی میکنه؟ یک دانه ریکارد میگیره و ما او را چی کردیم؟ گت کردیم در داخل کام باکس. ما میگم نه تا وقتی که ریکارد باشه باید مکمل ریکارد را بگیره. ببینید هدف ایجاست که ای rs.next چندین دفعه باید اجرا شوه چندین دفعه اجرا شوه. خیلی به خاطر چندین دفعه اجرا شدن کار تکراری است دیگه. از چی استفاده میکنیم؟ از لوپ وایل استفاده میکنیم. به خاطر لوپ وایل که دیگه شما یک شرط ترو فالز میتیم. خیلی ما برشان میگم arrest و وایل arrest در نکست در داخل چی میمونم؟ در داخل وایل لوپ این پراپرتیش اجرا میکنم. اگر این ترو بود باز rs.next میشه یک ریکارد دیگه میگیره. اگر باز ترو بود باز rs.next میشه یک ریکارد چی میکنه؟ میگیره. یعنی تا وقت rs.next کال میشه که دیتا باشه. اگر نبود لوپ چی میشه؟ بسته میشه. به خاطر که rs.next چی میشه؟ فالز میشه. خیمه برشان گفتم وقتی که اینمی لوپ اجرا میشه یک دانه ایتم چی کو اضافه کرده برو. وقتی که مثلا پروگرام رن کنم میبینین شما سریع اد استودنت کلیک کنم دیجا واسق هم آورد، احمد هم آورد، حکمت هم آورد، جان هم آورد. ببینید مثلا دیجا یک شا استاد دیگه اضافه میکنم به نام خان. دیجا مثلا شمارش باشه 07821 اضافه شد دیجا آمد. وقتی که در دیجا میایم دیجا چی میشه؟ هم خانم اضافه میشه. خب ایره باز از سر برتن ترشیح میکنم که گیج نشوین. وایل در داخل لوپ به خاطر ماندم اگر ما تنها rs.text نوشته میکردم یک دانه ریکارد میگرفت. ایره در داخل لوپ ماندم که rs.next اگر دیتا بود خود ترو است دیگه و دیتا میگیره، اگر نبود فالز میشه. خیلی rs.next تا وقت اجرا میشه که دیتا باشه. اگر نبود فالز میشه و لوپ هم چی میشه؟ بسته میشه. اگر خود دیتا بود در کامو باکس یک دانه ایتم اضافه میکنه و از آرس کالم دوم میگیره. خیمه برشان میگم کاما دیجا میگم rs.next چی rs.next نه rs.get string کدام کالمه؟ کالمی اولی را امرش بگی و کانکتینیت کو امرش خالی هم کانکتینیت کردم. چی کردم؟ هم اول کالم اول گرفتم ایدیشه و هم کالم دوم گرفتم نامشه. ببینید وقتی که مثلا دیجا بیایم پروگرام رن کنم در استودنت هم چی را آورد؟ ایدیش آورده بغلش و هم نامشه. اگر ما برشان بگم نه امرش کانکتینیت کو یک خالی و کانکتینیت کو rs دات get string کالم سیومی ما شما داریم دیگه. get string کالم سیومی را برای ما شما بیار. ببینید که شما میبینید که دیجا امرش شمارش هم میاره. اینه خیلی شمارش کار نیست، فقط و فقط برای ما شما ایدی شکار است. خیلی دیجا میایم ایره چی میکنم؟
پاک میکنم. اینمی کد شما متوجه باشین، خوب چرت بزنین، کمی فکر کنین سرش، مفهومش میفهمین. بازم ویدیو چند دفعه ببینین مفهومش میفهمین. خیلی برشان میگم وقتی که ایدی را میاره این طرف امرای نامش اینمی قسم یک دانه علامه گک بیاره. وقتی که پروگرام رن کنم اینجا شما میبینین که اینمی قسم چی کرد؟ شماره را آورد. خب وقتی که شاگرد اضافه میکنیم باید دوجه خود تیچر چی هسته؟ فورین کی هست و فورین کی همیشه دیتا تایپش ببینین شما از فورین کی در داخل در تیبل استودنت استراکچرش شما ببینین دیجا انت است. یعنی وقتی که را اضافه میکنیم باید دوجه چی شوه؟ عدد بروه. یعنی هدف دیجا است که مثلا شما مثلا یک شاگرد اضافه میکنین، سریعت کلیک کنین باید در تیچرش دو بروه، نام احمد. سری جان کلیک میکنیم باید جان نروه، تنها 4 بروه. سری خان کلیک میکنیم مثلا آرت میزنیم خان باید امرش نروه، تنها چی بروه؟ 5 بروه. خب با خاطر این کار ما میایم در جدول استودنت در دیزاینش سر بٹن که چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. سر بٹن که کلیک میکنیم باید برای ما شما نشان بده که کدام آیتم ما شما چی کردیم؟ انتخاب کردیم. خیلی برشان میگم string دیجا باشه مثلا به نام تیچر یک دانه وریبل میسازم و در تیچر چی ذخیره شوه؟ از نام کامبو باکس، از کامبو باکس، نام کامبو باکس دات get selected item خب چرا ایرار داره؟ به خاطر ایرار داره که باید با تبدیل شوه؟ با حروف تبدیل شوه. ایره براتان در جی اپشن پن نشان میدم. جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ و ایره دیجا باید بر ما شما چی پرینت کنه؟ تیچر را پرینت کنه. این تیچر که از سلکتید آیتم است. مثلا این پروگرام رن میکنم، مثلا سریعت کلیک کنم ببینید که دیجا بر ما واسق نشان داد. وقتی که سر حکمت کلیک میکنم دیجا حکمت نشان میده. مثلا سر جان کلیک میکنم دیجا جان نشان میده. خب هدف دیجا است که مثلا سریعت کلیک میکنیم باید سلکتید آیتم جانش نگیره، تنها عددش بگیره. یعنی وقتی که مثلا خان انتخاب میکنیم باید سریعت کلیک کنیم سلکتید آیتم باید خان و اینمی علامه منفی نگیره، تنها عددش بگیره. خیلی اقسم کار میکنیم که سری بٹن کلیک میشد باید سلکتید آیتم بگیره و ایره باید با اره تبدیل کنه، با اره. خیره مسیج پاک میکنم برشان میگم دات سپلیت با اساس چی سپلیت کنه؟ با اساس نمی علامه. خب ای با اره تبدیل میکنه. ای به خاطر ایرار داره که مثلا ایره باید اول ما شما به خاطر یک اره بسازیم. ما دیجا یک اره میسازم string و دیجا مثلا میتم تیچر یا یک قسم کار میکنم که ایره برشان میگم دات سپلیت. ایره باید به چی تبدیل شوه؟ با اره تبدیل شوه. و با اساس چی با اره تبدیل کنه؟ یعنی با اساس علامه منفی. باید وقتی که نموج علامه منفی بود ایره باید یک اندکس چی کنه؟ جدا کنه. خیلی اینجا string تیچر و یک علامه اره رم دیجا چی میکنم؟ اضافه میکنم. خب من چی کردم تا ولی یک اره ساختم به نام تیچر و اونمو کامبو باکس گیت سلکت آیتمش گرفتم و با حروف تبدیل کردم. پس با اره تبدیل کردم. با اساس چی با اره تبدیل میکنه؟ با اساس اونمو علامه منفی. وقتی که علامه منفی بود او را جدا میکنه، سپلیت میکنه.
خب مثلا دیجا جی اپشن پن دات شو مسیج دیالوگ وقتی که مثلا از نمی اره टीचर کالم امو اندکس زیروش براتان پرینت کنم ببینید که تنها معدد نشان میده مثلا من این پروگرام ران کنم حکمت انتخاب میکنم ببینید که برای ما شما سیر نشان داد یعنی با اساس علامه منفی چی کرد جدا کرد و ما شما اندکس زیرو را پیدا کردیم و ببینید اگر اندکس اولی را نشان بدم تنها نام باز برای ما شما میگیره خیلی ایره رن میکنم دیجا مثلا خانه انتخاب میکنم ببینید خانه آورد خیلی ما شما اندکس چندمیش کار داریم اندکسی زیرویش کار داریم خب این کار شد دیگه ساده تر از دیگه امو کیوری را که شما خواندین و نموره چی میکنیم سرش اجرا میکنیم خب اقسم میکنم که یک دانه عدد میگیرم یک وریبل عددی میگیرم انت دیجا نشته میکنم टीचर او آی دی دیجا टीचर آی دی باید چی ذخیره شوه از نمو اره از اره اندکسی زیرویشه टीचर خب صحیح است خب ایره باید به چی تبدیل شوه دات خب انتیجر دات پرسنت دیجا میگیرم انتیجر دات پارس انت ایره باید ما شما پس به چی تبدیل کنه به عدد تبدیل کنه اینه مقسم کار کنه خب من یک دانه وریبل عددی گرفتم و دونمو وریبل اندکس زیروی اینمی اره را گرفتم و ای را به خاطر ایران میگرفت که دیجا به عدد تبدیل نمیشد دورم به عدد تبدیل کردیم خب این کار شد این کار میکنیم که از نیم و ویلیو بگیریم از اف نیم و ایج و فیس دیجا نامش تغییر میتم به نام نیم دیجا نامش تبدیل میکنه به نام اف نیم و دیجا باشه ایج دیجا باشه فیس خب این را ما شما چی کردیم گیت کردیم خب سری اردم کلیک میکنم دیجا کیو اول باید با دیتابیس شویم وصل شویم خب با دیتابیس ما شما دیجا وصل شده بودیم این را کاپی میکنم دیجا میارم بریتان دی نمیجا اول باید ترای کیش شوه بگیره ترای کیش ترای و دیجم چی کیش اکسپشن ایکس نمیجا با دیتابیس چی میشیم وصل میشیم باید یک کیوری جا شو به خاطر کیوری جا کردن ما شما پریپارد statement میگرفتیم statement مثلا st مثلا با کان دات prepared statement دیجا ما شما چی نوشته میکنیم امو کیوری را نوشته میکنیم خیلی کیوری را از اینجا میگیرم insert آیدی را ما شما کار نداریم خوکی است اگر تو اینکریمنت است و ایرم چی میکنم با خاطر آیدی است ایرم پاک میکنم یا اینمی قسمت میگیرم بس است خب دیجا کاپی شما میبینید که مثلا تانا دیجا امو کیوری را insert into student نوشته است خلاص امو کیوری بعد از والیوز نوشته است خیلی به خاطر والیوز ما دیجا 3 دانه یک کالم 2 کالم 3 کالم 4 دانه کالم داریم 4 سوالیه میمانیم 1 2 3
این هم 4. خب دمو سوالیه که ما شما قیمت ذخیره میکردیم شما خوانده بودین که st dot set string اولیش نام string است دیگه به خاطر کالم او امو چی سوالی اولی باید چی بروه از نیم ویلو را گت کنه get text این نیم که است نام نمی فیلد است در کالم اول در کالم انمیس نیم در کالم اول انمی دیتا میره از نیم ویلو را گیت میکنه st dot set string در کالم دوم باید چی بروه if name خیلی if name dot get text در کالم سیومی چی بروه st dot set string کالم سیومی چی داریم ایج داریم خیلی ایج ما شما عدد گرفتیم خیلی برشان میگم که st dot set end کالم سیومی باید age dot get text دیجا ایرر دارن چرا ایرر دارن بخاطر که دیجا انتیجر است ما شما از تکست فیل که یک چیز میگیریم و به شکل حروف است خیرم به چی تبدیل میکنیم به عدد انتیجر دات پارس انت و ایره در داخل اینمی میمانم اینم تو خب دیگه چی داریم فیس داریم فیس هم ما شما عدد گرفتیم خیلی نمی را کاپی میکنیم کنترل سی کنترل وی در کالم چهارمی باید ایره به عدد تبدیل کنیم از فیس اینمی چیز بگیره فیس به عدد تبدیل کنیم در کالم چهارمی یعنی خوب متوجه شوین میفهمین خب در کالم پنجمی تیچر است چی است st dot set end این باید شوه عدد بروه با خاطر عدد بروه که دیجا student ای تیچر چی است فورین کی است و فورین کی همیشه عدد می باشه خیلی در کالم پنجمی چی بروه ایره ما شما با چی تبدیل کرده بودیم به عدد و رو سپلیت میشه با ریت تبدیل میشه و اندکسی زیوری را کار داریم خیلی نام وریبل اونم تیچر نوشته میکنم تیچر آیدی ایره با ای خاطر ما با ریت تبدیل کردم خب یک کالم 2 3 4 5 دیجا 5 دانه سوالیه ندادم دیجا 5 دانه سوالیه باشه این کیوری باید شوه اجرا شوه خیمه برشان میگم if اگر st dot execute اگر این کیوری شد اجرا شد st dot execute update بگویم که عدد اما execute که true false باشه execute اگر اجرا شد تو برای ما یک جی اپشن پن مسیج بده جی اپشن پن dot show message dialog دیجا مسیج باشه که add اگر نبود else j option pan dot show message dialog و دیجا مسیج بده که error وقتی که مثلا ما پروگرام رن کنم دیجا فریم میبینیم که شده یا نشده مثلا یک شاگرد باشه به نام احمد دیجا باشه خان دیجا فیسش باشه 300 ایجش باشه مثلا 18 فیسش باشه مثلا 200 و مثلا احمد باشه دیجا چی میگه ایرر یعنی اجرا نشد خب میایم کد چک میکنیم که مشکل در کجا هست خب اول ایره میبینیم
که کیوری چرا اجرا نشد. خب کیوری را میبینیم. insert into student is name SF name fees. در اینجا خب مشکل نیست. این را سر اجرا میکنیم. پروژه را مرن میکنم. add student در اینجا مثلا باشه خان جان، فیسش ایجش باشه مثلا 15، فیسش باشه 300 و در اینجا مثلا احمد انتخاب میکنه و در اینجا میگه ایرر. ما در اینجا در بخش تیبل استودنت خب در اینجا دیتا میایه، خب ولی در اونجا چی میگه؟ ایرر نشان میده. خیلی به خاطر این کار ایرر در ترو نمیگیرم. برشان میگم st.execute execute update. اگر اجرا شد یک نشان میده، اگر نشد صفر. خیلی برشان میگم ایره در یک وریبل ذخیره میکنم int x. اگر در داخل اگر اجرا شد در x یک ذخیره میشه، اگر نشد صفر دیگه. برشان میگم if اگر x مساوی با یک شد ایره نشان بده، اگر نشد مسیج نشان نده، ایرر نشان بده. مثلا در این نوشته میکنم خان یا مثلا یک نفر دیگه ولی جان مثلا 20 400 و در اینجا باشه مثلا ده. این نمیشه. در اینجا مسیج آمد که added اضافه شد. شما میبینید که در اینجا شاگرد میایه. وقتی که سریع میگه شاگرد جان است، شاگرد احمد، شاگرد احمد. خب این کد سر برتان تشریح میکنم. ببینین در کامبو باکس که اضافه میشه او را خب فهمیدین. پس که سری بٹن کلیک میشه سری نمی اد اینمی کد تشریح میکنم. وقتی سری کلیک میشه از کامبو باکس سلکتد ایتم میگیره و باره تبدیل میکنین با اساس نمی منفی، یعنی سپلیت جدا میکنه با اساس منفی. و جایی که منفی است یک طرف میکنه، دیگه هم دیگه طرف. و دیتا تایپش هم ما اره گرفتم. چی؟ اره. و اینمی اره یک دانه وریبل تیچر آیدی گرفتم، یعنی تنها باید کالم زیرو را بگیره. خیلی بخاطر این کار از اینمی اره کالم اندکس زیرو را گرفتم و ای را به چی تبدیل کردم؟ به عدد تبدیل کردم. بعد از او ما با یک دیتابیس وصل میشم. کیوری انزرت کار کردم، 5 دانه سوالیه گذاشتم و با 5 دانه سوالیه پس دیتا را دادم که مثلا در کالم اول باز نیم ویلیو را گیت کنه، امو تکس فیلد نیم. بعد از او اف نیم، بعد از او در کالم سیومی از ایج ایرم به عدد تبدیل کردم بخاطر که عدد است. بعد از او فیس است، فیس هم به عدد تبدیل کردم. بعد از او تیچر آیدی در کالم پنجم، یعنی در تیچر باید اونمو اندکس که جدا کرده بودیم در اینجا اونمو کالم میره. و بعد از کیوری را اجرا کردم، اگر یک شد اد برای ما نشان بده، اگر نشد ایرر. ویدیو رو چندین دفعه ببینین مفهومش هم میفهمین. اگر بازم مشکلی بود مسیج بکنین در گروه، ما حل میکنیم انشالله.